سلام به تمام دنبال کننده های عزیز. یکی از فالوورامون بهمون گفته مرحله اول بازی آساسین کرید والهال رو بهمون بگو تا وقتی من دارم داستان این بازی رو میگم شما هم یه چند تا گیم پلی از این بازی ببینید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر و ویدیوهای کاملتر به چنل آپارات سر بزنید. تو همون اول بازی ما یه دونه شخصیتی بچه میبینیم به نام ایور که تازه به سن تکلیفش رسیده بود. ایور بهش یه دستبند میدن و در جشن سن تکلیفش یه جنگ میفته و حمله میکنن به مجلس و بعد از مدت‌ها جنگ پدر و مادر ایور گرفته میشن و برای اینکه جنگ به پایان برسه دشمنانشون اونا رو میکشن و بعد اینکه پدر و مادر ایور کشته شد میخوان ایور هم بکشن، ولی ایور با دوستش از این جنگ فرار میکنه. بعد که از دستشون فرار کردیم میفتیم به یه جنگل. در یه جنگل یه اتفاق میفته، با یک گرگ و با یه چند تا کلاغ و اینا جنگ میکنیم و بالاخره بعد یه بزرگ میشیم. وقتی بزرگ میشیم شما باید یه دونه شخصیت واسهتون انتخاب کنید، ایور مرد باشه، زن باشه یا چی باشه. بعد که انتخاب کردیم میبینیم که همون نفری که پدرمون رو کشته بود وقتی ما بزرگ شدیم بازم میخواد ما رو بکشه، ولی بعد منصرف میشه، تصمیم میگیره که ما رو بفروشه و هم وزنمون نقره بگیره و تمام یارامون رو میکشه و ما رو میفروشه. بعد اینکه ما رو میفروشه ما باید از دستشون فرار کنیم و فرار میکنیم و میریم تا دوستامون رو باز پیدا کنیم در دل جنگل. بقیه داستان پارت بعدی.